علاوه بر روش‌های معمولی که برای حل معادلات مثلثاتی وجود داره، از این روش ساده هم میتونید برای حلشون استفاده کنید. سینوس تتا به علاوه کوسینوس تتا مساوی یک معادله مثلثاتی هست که در بازه بسته 0 و 2 پی میخوام مجموع جواب‌هاشو به دست بیارم. همونطور که میدونید هر نقطه مثل x و y رو که روی دایره مثلثاتی در نظر بگیرم و به مبدأ مختصات وصلش کنم، یه زاویه تتا به من میده که سینوس اون زاویه دقیقاً با y و کوسینوسش با x برابر هست. حالا این معادله از من چی میخواد؟ مجموعه زاویه‌هایی رو میخواد در فاصله 0 و 2 پی که y به علاوه x بشه 1، یعنی در واقع y بشه 1 منهای x. بنابراین میام خط y برابر با 1 منهای x رو رسم میکنم ببینم که کجا دایره مثلثاتی رو قطع میکنه. همونطور که در شکل میبینید در 2 نقطه دایره مثلثاتی رو قطع کرد. حالا این 2 تا نقطه در این بازه چه زاویه هایی به من میده به مبدأ وصلش کنم؟ یکی زاویه 0 هست، یکی پی دوم و یکی هم 2 پی.